جناب پیغمبر گفتن نماز این روشنایی نوری هست در حیات هر شخصیت. هر انسانی که اهل نماز باشه، نماز حیات او را نورانی میگردانه. چراغی خانه گور از نماز است، دو چشم و روی پر نور از نماز است. برادران بزرگوار من، نماز روشنایی قبر انسانیت می شود. نماز حجت و دلیل هر انسان در روز قیامت می شود. الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین و من ترکها فقد هدم الدین. جناب پیغمبر گفتند نماز ستون دین هر شخصیت است. هر انسانی که نماز برپا داشت عمارت دینش آباد کرده است. اما هر شخصیتی که نماز ضایع کرد، قضا کرد، نماز ادا نکرد، او شخصیت عمارت دینش برباد داده است. برادران بزرگوار من، حتی در یک روایت جناب پیغمبر گفتند یکمین چیزی که در روز قیامت از انسانیت، از بنده خدا پرسیده می شود نماز است.